قبل از ادامه ویدیو لطفاً چنل را سابسکرایب کرده علامه زنگ را کلیک نمایید تا از ویدیوهایی که در آینده نشر میشد آگاه باشین. سلام، دکتر مریم هستم. خدا کنه همه‌تان صحتمند باشین. قبل از ادامه ویدیو از همه دکتر صاحبانی که ویدیو را میبینن خواهش است که چنل را سابسکرایب کنن و علامه زنگ را کلیک نمایید تا از ویدیوهایی که در آینده نشر میشد آگاه باشن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم. امروز لکچر 4 ما شماست و در لکچر 4 خود ما امروز میخوانیم. محتویات درس امروزی ما است چی؟ عضلات فیشل اکسپرشن یا عضلاتی که باعث فیشل اکسپرشن ما شما بشه. تمام عضلات فیشل اکسپرشن ما در بعضی از گروپ ها جمع شده که عبارت از عضلات فورهد مسل گروپ، عضلات که در قسمت پیشانی است، عضلات آربیتال مسل گروپ، عضلات نیزل گروپ، عضلات اورال گروپ و بالاخره عضلاتی که در قسمت علوی اورال گروپ ما داریم. ما برش میگیم عضلات اپر گروپ اف اورال مسلز و عضلات لور گروپ اف اورال مسلز. میم سر تمام این عضلات ما گپ میزنیم که منشش و اوریجن و انزرشنش در کجا شده و کدام وظایف را میتونن انجام بدن. تمام این عضلات البته منشش یا از فشیا و یا از استخوان شده و انزرشنش یا توسط یا در فایبرهای یک دیگر دوباره انزرت شده و یا در فایبرهای عضلات مجاور خود انزرت شده. یعنی کدام جایگاه خاص برای اوریجینیشن و یا انزرشن این عضلات نداره. بسیاری البته عضلات اول که دربارش ما گپ میزنیم چی است؟ عضلات orbital group of muscles of facial expression که دو عضله داریم ما در عضلات orbital group خود که عضله orbicularis oculimus و عضله corrugator supercilimus. عضله orbicularis oculimus که در دور چشم ما شماست و دو بخش داره که این دو بخش شامل orbital است و شامل پالپبرال است. بخش اوربیتال و بخش پالپبرال هر دویش منشأش از کجاست؟ از میدیال پالپبرال لیگامنت. یک لیگامنت است که در قسمت میدیال چشم ما شما در رنگ سفید که شما می‌بینید چی هست؟ میدیال پالپبرال لیگامنت ما شماست. از این لیگامنت منشأ میگیره و در ضمن همراهش از دو نقاط دیگه که ما برش چی میگیم از maxillary process فرنچال بون و از فرنچال process maxillary بون ما شما و همچنان از میدیال پالپبرال لیگامنت منشأ میگیره و به طور چرخشی یا به طور دوره‌ای پس فایبرهایش در یکی دیگه وصل میشه یا در یکی دیگه انزرت میشه. وظیفهش چی است؟ وظیفه عضله اوربیکولاریس اوکولای ما closes eyelids یا closure of eyelids باعث بسته شدن چشم شما یا پلک شما میشه. فرق فقط امی است که همین دو بخش این عضلات، چون هر دو بخش این عضلات را گفتیم که باعث کلوزر یا بسته شدن چشم شما میشه، فرقش این است که بخش پالپبرال این عضله باعث بسته شدن چشم شما بسیار به نرمی و بخش اوربیتال این عضله باعث بسته شدن چشم شما با فشار. این که با فشار چشم خود بسته میکنین وظیفه بخش اوربیتال اوربیکولاریس اورس است که در اطراف قسمت استخوانی چشم شماست و این که به آهستگی بسیار به نرمی چشم خود بسته میکنین و این که بسیار به نرمی بسیار با آهستگی چشم خود بسته میکنین مربوط به بخش پالپبرال عضله اوربیکولاریس اوکولای ما شما میشه که در قسمت پالپبرا یا پلک ما شماست. عضله دیگه که ما اینجا داریم عضله چی است؟ کوروگیتر سوپرسیلای. کوروگیتر سوپرسیلای که در رنگ یاقوت‌بندی اینجا شما یک نمای داخلی خوبتر میتونید دیده. کوروگیتر سوپرسیلای ما و همچنان در این تصویر دیگه کوروگیتر سوپرسیلای ما اوریجن میگیره، منشأ میگیره از کجا؟ از سوپرسیلیری آرچ که یک آرچ مانند برجستگی استخوان است در خود استخوان فرنچال بون. از این سوپرسیلیری آرچ منشأ میگیره و بالاخره انزرت میشه بالای جلد ابروی ما شما. در جلد ابروی ما شما چی میشه؟ انزرت میشه. وظیفهش چی است؟ وقتی انقباض کنه، وقتی تخلص کنه میگن draws eyebrows medially. ابروی شما رو به سمت میدیال با هم نزدیک میسازه. این است وظیفه کوروگیتر سوپرسیلای ما شما و این بود عضلات اوربیتال گروپ ما شما. در نیزل گروپ اف اورال مسلز ما سه نوع عضلات داریم یا سه جوری از عضلات داریم که عبارت از نیزالس، پروسرس و عضله دپرسر سبتاینیز. عضله نیزالس ما به دو بخش تقسیم شده که دو بخش ما چی میگیم؟ بخش ترانسورس یا بخش افقیش و بخش الارس. بخش ترانسورس این عضله منشأ میگیره، بخش ترانسورس و بخش الار منشأ میگیره از مارجین های استخوان مگزلا. این یک استخوان مگزلایتون باشه از مارجین های این عضله، از مارجین های این استخوان عضله نیزالس چی بخش ترانسورسش باشه چی بخش الارش باشه منشأ میگیره. بخش ترانسورس ما انزرت میشه در بالای اپونیوروسس در خود پل بینی
یک اپونیوروزیس ما داریم که از یک ساختمان تندنی است و یک نقطه است، یک جایگاه است که عضله بخش ترانسورس عضله نیزالس هر دو سمت اینجا چی میشه؟ انزرت میشه. بخش الر عضله نیزالس ما همچنان گفتیم که از مگزلا، از مارجین مگزلا منشا میگیره، بالاخره انزرت میشه داخل الر کارتیلیج که یک کارتیلیج است. در این قسمت بینی ما شما دو دانه الر کارتیلیج ما داریم که عضله بخش نیزالس بخش الر عضله نیزالس ما در اینجا انزرت میشه. وظیفه بخش ترانسورسش چی است؟ چون شما میتونید دید فایبرهایش به شکل ترانسورس است و در سمت لترال بینیسته. وقتی تقلص کنه بخش ترانسورس عضله نیزالس ما باعث کمپرشن نیزل اپرچر شما میشه. نیزل اپرچر یعنی سوراخ‌های بینی. سوراخ‌های بینی شما را چی میکنه؟ یا مکمل بینی شما را کمپرس میسازه. بخش الرش اگر انقباض کنه باعث اوپننگ نیزل اپرچر یا نوسترل های شما میشه. بینی شما را، سوراخ‌های بینی شما را چی میکنه؟ باز میکنه. عضله دومی که داریم با چی است؟ عضله پروسرس. این عضله است. منشأ میگیره از کجا؟ از استخوان نیزل و انزرت میشه بالای جلد همین ناحیه. وقتی انقباض یا تقلص کنه این عضله باعث چی میشه؟ transverse wrinkles on bridge of nose. بالای پل بینی شما خطوط افقی ایجاد میکنه. این رقم خطوط افقی بالای پل بینی شما ایجاد میکنه که در هنگام قار شدن یا هیجانی است. عضله سومی که ما اینجا داریم در عضلات نیزل گروپ چی است؟ عضله دپرسر سبتاینیزی که باز هم اسمش معلوم است. دپرسر سبتاینیز یعنی دپرس کننده نیزل سبتم موشن است. در رنگ آبی اینجا شما میتونید منشأ میگیره از کجا؟ از استخوان مگزلا در ناحیه دندانهای انسایزرهای ما و انزرت میشه بالای نیزل سبتم ما. یک سبتم هست که در وسط بینی ما شماست و از غضروف ساخته شده. چی میکنه؟ وقتی این عضله وقت تخلص کنه، وقتی انقباض کنه، بینی شما را طرف پایین کش میکنه. pulls یا draws nose inferiorly. این بود عضلات نیزل گروپ ما. شما عضلات آریکولار ما که سه نوع عضله داریم ما دیجا عبارت از عضله superior auricular، anterior auricular و بالاخره عضله posterior auricular ما. عضله anterior auricular ما کینی عضله است. در اینجا شما خودتر میتونید دیده. عضله anterior auricular ما منشأ میگیره از فاشیای از پوش عضله تمپورالیس ما. اینی ساحه است، اینی فوسای را که میبینید شما ما برش تمپورال فوسا میگیم که یک فوسای است که تمام که عضله پر میشه توسط عضله تمپورالیس ما و چون هر یکی از عضله از خود یک فاشیای از خود یک پوش داره. عضله anterior auricular ما گفتیم که منشأ میگیره از پوش عضلی از فاشیای عضله تمپورالیس ما و انزرت میشه در قسمت قدامی گوش. وظیفه‌اش چی است؟ وقتی تخلص کنه گوش رو طرف بالا و طرف قدام پیش میره. عضله دیگه که ما اینجا داریم چی است؟ عضله پوستیریور آریکولار ما است که در قسمت خلفی گوش است. منشأ میگیره از ماستوید پروسس استخوان تمپورال. اینجا ماستوید پروسس استخوان تمپورال ما شماست. اگر یادتون باشه استخوان تمپورال ما شما یک پروسس داشت که ما برش ماستوید پروسس میگفتیم. از این پروسس منشأ میگیره بالاخره انزرت میشه در قسمت خلفی گوش و وظیفه‌اش چیست؟ وقتی تخلص کنه میگه گوش رو طرف بالا upwards و طرف خلف backwards میبره. عضله سومی که ما اینجا داریم عضله سوپیریور آریکولار است که از نامش معلوم در قسمت علوی گوش ما شماست. منشأ میگیره از کجا؟ از اپیکرینیال اپونیوروزیس. در رنگ سفید که شما می‌بینید یک اپونیوروزیس است، یک ساختمان تندنی است که هر دو بلی عضله اکسیپیتو فرنتالیس ما را با هم وصل میکنه و عضله اکسیپیتو فرنتالیس ما یک عضله است که مربوط در قسمت یک بلیش در قسمت پیشانی است و بلی دیگهش قسمت دیگهش در کجا؟ در استخوان اکسیپیتال ما شما. این هر دو بلی این عضله توسط اپیکرینیال اپونیوروزیس که یک ساختمان تندنی است با هم وصل شده. منشأ سوپیریور آریکولار ما همین اپیکرینیال اپونیوروزیس باشه و انزرت میشه در قسمت علوی گوش. وظیفه‌اش چی است؟ وقتی تقلص کنه elevates ear، گوش شما را طرف بالا کش میکنه. این بود عضلات آریکولار مسل گروپ شما. میم سر عضلات اورال مسلز خود گپ میزنیم. ما عضلات اورال مسلز داریم دو نوع عضلات دی گروپ که چی میگیم برش؟ عضلات اوربیکولارس آرس و عضله بکسینیتر مسل شما. اوربیکولارس آرس ما که یک عضله اوربیکولارس آرس ما داریم کجاست؟ منشأ میگیره از قسمت از استخوان مگزلا و مندیبل در قسمت لبها و پس دوباره انزرت میشه فایبرهایش در یکی دیگه. پس در یکی دیگه انزرت میشه. وظیفه‌اش چی است؟ جمع کردن لبها. اینی عملی که خانم اینجا انجام داده. وظیفه چی است؟ عضله
اوربیکولارس آرس ما شماست. عضله دیگه ای که ما اینجا داریم چی است؟ عضله باکسینیتر ما شماست. باکسینیتر ما منشا میگیره از تریگو مندیبولار رفه و انزرت میشه بالای کجا؟ بالای فایبرهای عضله اوربیکولارس آرس ما. وظیفهش چی است؟ وقتی این عضله انقباض کنه، تقلص کنه، چی که شما را کومه ما شما را چی میکنه؟ محکم میکنه، استوار میکنه و اجازه نمیده که در جریان غذا خوردن غذا در وسط دندان ها و در وسط کومه و دندان ها بیه. از امون خاطر است که چون کاربرد این عضله در هنگام غذا خوردن یا ماستیکیشن زیاد است، ما این عضله رو چی میگیم؟ یک اکسسوری ماستیکیتری مثلا یک عضله کمکی که در ماستیکیشن رول داره برش میگیم. چی رول داره؟ رول میداره که وقت تقلص کنه اجازه نمیده که چی که شما را کومه شما را استوار میکنه، اجازه نمیده که در غذا در وسط کومه و دندان ها بیه. این بود عضلات اورال مسلز گروپ. خب یک ساختمان یک نمای داخلی تریگو مندیبولار رفه که جایگاه منشاه عضله باکسینیتر ما بود که از قسمت داخل دهان این قسم معلوم میشه براتون یک رفه است که ما برش تریگو مندیبولار لیگامنت هم میگیم و امتداد داره از فک علوی تا و فک سفلی و یک لندمارک آناتومیکی برای چی هست؟ چی هست؟ انفیریر الویولار نرو بلاک برش میگیم. در این بلاک این بسیار رول مهم داره. شما اینجا میتونین که وقتی شما بلاک میتین تریگو مندیبولار رفه اول ما چی میکنیم؟ پیدا میکنیم. وقتی پیدا شد ما کورونوید نوچ حس میکنیم و اندازه میکنیم از این ساحه تا به تریگو مندیبولار رفه که یک ترینگولار ایریا موجود میه و در وسط همین ترینگولار ایریا ما چی میباشه؟ انجکشن سایت ما میباشه. و اینجا ما چی میکنیم؟ خب پیش میریم عضلاتی که مربوط لوور گروپ اف اورال مسلز میشه و در قسمت سفلی دهن ما شماست. سه عضله ما داریم که عبارت از عضله دپرسر لیبای انفیریورس، عضله دپرسر انگولای آرس و عضله منتالس شماست. عضله دپرسر لیبای انفیریورس تمام این عضلات از نامش معلوم است. عضله دپرسر لیبای انفیریورس که این قسمت است، این عضله شماست. دپرسر لیبای انفیریورس و منشا میگیره از کجا؟ از اوبلیک لاین یا از اوبلیک ریج مندیبل. اینی اوبلیک یک خط مایل بر سه است که در استخوان مندیبل ما داریم. از این خط مایل که ما برش اوبلیک لاین میگیم منشا میگیره و بالاخره انزرت میشه در لب سفلی ما شما. وظیفه‌اش چی است؟ دپرس کننده لب سفلی است. میگیم دپرسر لیبای انفیریورس، لیبای لب انفیریورس هم لب سفلی، دپرس کننده یا پایین کش کننده لب سفلی ما شماست. عضله دیگه که ما داریم در لوور گروپ اف اورال مسلز چیست؟ عضله دپرسر انگولای آرس ما داریم. دپرسر انگولای آرس که باز از نامش معلوم است دپرس کننده کنجهای لب شماست. منشأش از کجاست؟ از قسمت قدامی اوبلیک لاین، از این قسمت، از قسمت قدامی اوبلیک لاین و انزرت میشه در کجا؟ در کنجهای لب شما. و چی میکنه؟ وقتی تقلص کنه لبهای شما رو، کنجهای لب شما رو دپرس میکنه و طرف پایین کش میکنه. عضله دیگه ای که ما عضله سوم ما میشه که با در لوور گروپ اف اورال مسلز داریم عضله منتالس ماست که از نامش معلومه در قسمت منچم یا زنخ ما شماست. منشا میگیره از کجا؟ از استخوان مندیبل در ناحیه دندانهای انسایزر ما. دندانهای انسایزر است، از ناحیه دندانهای انسایزر در استخوان مندیبل ما شما منشا میگیره و انزرت میشه بالای جلد امیناهی. بالای جلد امیناهی انزرت میشه. وقتی تقلص کنه چی میکنه؟ چن یا زنخ ما شما را استوار میکنه، شخ میکنه و طرف قدام میتونه پیش بیاره. میم سر عضلات اپر گروپ اف اورال مسلز که در این گروپ عضلات ما 5 نوع عضله داریم که شروع میکنیم. عضله اول ما پیش ما چی است؟ عضله رایزوریاس ما. بسیار یک عضله واضح اینجا براتون معلوم میشه. عضله رایزوریاس ما منشا گرفته از عضله چی؟ از پوش عضله مستیتر ما که یک عضله ماستیکیشن ما شماست. از این عضله منشا گرفته، از پوش عضله مستیتر ما منشا گرفته، بالاخره انسرت شده در کنج لب. وقتی این عضله انقباض کنه، کانترکت کنه، چی میکنه؟ کنجهای لب شما را طرف خلف کش میکنه. طرف لاترال یا طرف خلف هم میتونیم چی میکنه؟ کش میکنه. عضله دیگه ای که ما داریم ما برش چی میگیم؟ زایگوماتیکس میجر و زایگوماتیکس ماینر. زایگوماتیکس میجر ما لافینگ مسل و زایگوماتیکس ماینر ما عضله لبخند یا سمایلینگ مسل همچنان میتونیم گفتن. هر دوی این عضلات منشا میگیره از استخوان زایگوما. اینی مکمل این ظاهره کشمونین استخوان زایگومای شماست. عضله زایگوماتیکس میجر ما همراه با عضله زایگوماتیکس ماینر ما منشا میگیره از استخوان زایگوماتیک بون و بالاخره انزرت میشه در لب علوی ما شما.
وظیفهش چی است؟ چون وظیفهش از نامش معلومه زایگوماتیکس میجر رول داره، وظیفه داره در خنده، در هنگام خنده تخلص میکنه و زایگوماتیکس ماینر ما در هنگامی که لبخند میزنیم وقت فعال میشه. عضله چهارمی که ما اینجا داریم چی است؟ عضله لیویتر انگولای آرس که بازم از نامش معلوم است عضله لیویتر انگولای آرس ما که از این قسمت که ما برش قسمت در استخوان مگزلا ما داریم، ما برش انفرا آربیتال مارجن میگیم. از انفرا آربیتال مارجن منشا میگیره، بالاخره انسرت میشه در کجا؟ در کنجهای لب شما و وقت تخلص کنه لب شما را به طرف بالا میبره. عضله چهارمی که ما داریم کدام عضله است؟ عضله لیویتر لیبای سوپریورس ما است، عضله لیویتر لیبای سوپریورس ما و عضله چی باشه؟ عضله لیویتر لیبای سوپریورس الاکنیزا یا الاکنیزی. لیویتر لیبای سوپریورس الاکنیزی. لیویتر لیبای سوپریورس ما منشا میگیره از کجا؟ لیویتر لیبای سوپریورس ما منشا میگیره از انفرا آربیتال مارجن، از انفرا آربیتال مارجن و لاترال و کدام عضله که خواندیم؟ لاترال و عضله لیویتر انگولای آرس. از این عضله منشا میبخشن میدیال به عضله لیویتر انگولای آرس ما میبخشن لاترال به عضله لیویتر انگولای و عضله لیویتر لیبای سوپریورس ما منشا میگیره بازم از انفرا آربیتال مارجن و انسرت میشه در لب علوی ماش. ما وظیفهش چی است؟ وظیفهش از نامش معلوم است، لیویتر لیبای سوپریورس، الیویت کننده لب علوی ماش. عضله دیگه که ما داریم و چی وقت لب علوی ما وقت الیویت شود اینی گسترش ما میتونیم داره، اینی اکسپرشنش ما میتونیم داره به تصویر براتون خوبتر معلوم میشه. لیویتر لیبای سوپریورس الاکنیزی ما منشا میگیره از کجا؟ از فرنتال پروسس استخوان مگزلا. این تصویر براتون خوبتر معلوم میشه. از فرنتال پروسس استخوان مگزلا منشا میگیره و بالاخره انزرت میشه بالای الر کارتیلیج. این قسمت کارتیلیج آلای شماست و در قسمت لب علوی ما شما و تخلص وقتی که کنه این عضله لیویتر لیبای سوپریورس الاکنیزی ما شما اینی اکسپرشن که فرد انجام داده باعث اینی اکسپرشن ما شما بشه که من در جریان حیرت انگیز وقتی میشیم بسیار شدید در وقت این عضله چی میکنه؟ تخلص میکنه. پیش میریم. عضلات فورهد مثلا گروپ ما یک عضله در قسمت فورهد یا پیشانی خود داریم که البته باز دو قسمت تقسیم شده. کدام عضله است؟ عضله اکسیپیتال فرنتالیس ما که یک اکسیپیتال بلی داره، اکسیپیتال مسل بلی داره که در قسمت استخوان اکسیپیتال ما شماست و یکی هم فرنتال مسل بلی داره که در قسمت استخوان فرنتال ما شماست. وقتی تخلص کنه این عضله چی میکنه؟ ابروی شما را طرف بالا الیویت میکنه و اگر حس کنین پیش خود ابروی شما را وقتی طرف بالا الیویت کنین در قسمت خلف هم در قسمت استخوان اکسیپیتال هم شما یک حرکت احساس میکنین که امی حرکت عضله اکسیپیتال بلی عضله اکسیپیتال فرنتالیس ما شماست. هر دو بخش عضله اکسیپیتال فرنتالیس ما شما در توسط اپیکرینیال اپونیوروسیس که یک ساختمان تندنی است با هم وصل شده. عضله آخری که ما داریم در عضلات فیشل اکسپرشن عضله پلاتیسما ما شماست. عضله پلاتیسما که در رنگ نارنجی شما میتونید دیده بسیار یک عضله سطحی، بسیار یک عضله نازک و بسیار یک عضله پهن است. در قسمت گردن ما شماست، مکمل گردن از قسمت خارج نشانیده منشا میگیره از تورکس در قسمت استخوان کلاویکل میشه در قسمت تورک در قسمت استخوان کلاویکل و انسرت میشه در باردر انفیریر کجا؟ مندیبل. وظیفهش چیست؟ گردن شما را استوار نگاه میکنه و چنان میدونه که منطقه یا زنخ شما را طرف پایین حرکت بده. این بود عضلات فیشل اکسپرشن ما شما. بالای انرویشنش اگر بزنیم ما یک سنسوری انرویشن داریم، انرویشن حسی وجه و انرویشن حرکی وجه. سنسوری انرویشن وجه ما شما کاملا در دست حسب پنجه ما شما که میشه تراجمینال نرو میشه و وقتی میگیم سنسوری انرویشن یا تعصیب حسی هدف ما از چی است؟ از حسیت تچ، پین و تمپریچر.
عصب فیشیال ما باعث حرکات تمام این عضلات میشه. از خاطر میگیم که تمام این عضلات فیشیال اکسپرشن ما توسط عصب فیشیال ما میشه تصویب شده و باعث حرکات تمام این عضلات ما میشه. بریم سر خونرسانی وجه. اگه گپ بزنیم وجه ما شما فیس ما شما توسط 3 شریان مهمه که دوی از این شریان ها مربوط شریان اکسترنال کاروتید میشه و یک شاخه از اکسترنال کاروتید آرتری است و یک شریان است که شریان آفتالمیک ما شماست که یک شاخه از انترنال کاروتید آرتری میشه. شریان هایی که مربوط شریان یک شاخه های شریان اکسترنال کاروتید آرتری ما دو شریان بسیار مهم ما داریم. چی است؟ شریان فیشیال آرتری و ماکسیلری آرتریز که دویش مربوط شاخه های اکسترنال کاروتید آرتری ما میشه و شریانی که مربوط یک شاخه انترنال کاروتید آرتری ما میشه و در قسمت چشم بلاد سپلای ما میکنه. بلاد سپلای با وجه میته چی است؟ شریان آفتالمیک ما شماست که یک برانچ یک شاخه از انترنال کاروتید آرتری است. البته در این سه شریان هایی که اینجا گفتیم شریان فیشیال ما بیشترین قسمت های وجه ما شما رو بلاد سپلای میکنه یا شریان دیگه میکنه یا خونرسانی میکنه. نیم سر شاخه های هر یکی از این شریان خلاص گپ میزنیم. شریان فیشیال که گفتیم بیشترین بلاد سپلای در قسمت فیس توسط شریان فیشیال میشه. 4 شاخه مهمه که در وجه ما شما میته و شریان است که گفتیم که از شریان یک شاخه از اکسترنال کاروتید آرتری است. 4 شاخه مهمه که در وجه ما شما میته از بالا طرف پایین نگاه چی است؟ شریان انگولار که خاتمه خودم شریان فیشیال ما شماست و در قسمت انگل یا زاویه های یا کنجای چشم ما شماست. شاخه لاترال نیزال آرتری که در قسمت لاترال بینی رو چی میکنه؟ بلاد سپلای میده. شاخه سوپیریور لیبیال و شاخه انفیریور لیبیال که لب علوی و لب سفلی شما رو چی میده؟ بلاد سپلای میده. این 4 شاخه یا برانچ های مهم از شریان فیشیال که در بلاد سپلای وجه ما شما نقش دارند. شاخه های شریان مگزلری اگر ببینیم مگزلری همچنان یک برانچ از یک شاخه از اکسترنال کاروتید آرتری ما شماست و 3 شاخه مهمه که میده عبارت از انفرا آربیتال، باکال و منتال آرتری هستند. انفرا آربیتال آرتری ما توسط انفرا آربیتال فورامن که فورامن است اینجا همراه با عصب انفرا آربیتال ما عبور میکنه و بالاخره قسمت های لاترال بینی، قسمت پلک پایینی و قسمت لب علوی شما رو چی میکنه؟ بلاد سپلای میده. باکال آرتری ما شما کاملا در قسمت کوماهای ما شما رو چی میکنه؟ بلاد سپلای میده و شریان منتال ما که توسط منتال فورامن همراه با عصب منتال نرو عبور میکنه که در قسمت منتوم یا زنخ ما شما بلاد سپلای میده. این 3 شریان های 3 برانچ های مهم از شریان مگزلری که چی بود؟ انفرا آربیتال، باکال و بالاخره منتال. شریان سوم ما که یک برانچ از انترنال کاروتید آرتری است چی است؟ شریان آفتالمیک ما شماست که از نامش معلوم است. آفتالمیک که میگیم یعنی مربوط چشم میشه و در قسمت چشم ساختمان های چشم ما شما رو چی میکنه؟ بلاد سپلای میده. 3 شاخه مهمه که از شریان آفتالمیک ما داریم چی است؟ شریان زایگوماتیکو تمپورال، شریان زایگوماتیکو فیشیال و شریان دارسال نیزال. شریان زایگوماتیکو فیشیال و زایگوماتیکو تمپورال ما از فورامن های زایگوماتیکو فیشیال و زایگوماتیکو تمپورال فورامن عبور میکنه و جلد و عضلات را در قسمت استخوان زایگوما چی میکنه؟ بلاد سپلای میده. شریان دارسال نیزال ما که یک برانچ کوچک از شریان آفتالمیک است در قسمت دارسم بینی یا پل بینی ما شما را در قسمت پل بینی چی میکنه؟ بلاد سپلای میده. این 3 شریان های 3 شاخه مهم از شریان آفتالمیک ما که ما گفتیم یک برانچ از انترنال کاروتید آرتری است در قسمت وجه بود. این بود خونرسانی وجه ما شما که گفتیم توسط 3 شریان بلاد سپلای شده. پیش میریم تا درباره وینس درینج گپ میزنیم. وینس درینج یا تخلیه خون وریدی وجه توسط چی میشه؟ توسط فیشیال وین ما شما. فیشیال وین ما شما در قسمت علوی خون وریدی را جمع میکنه. فیشیال وین بالاخره در قسمت علوی در داخل سوپیریور آفتالمیک و در داخل انفیریور آفتالمیک تخلیه میشه و بالاخره میرسه به کجا؟ به کاورنس ساینس و همچنان میتونه توسط دیپ فیشیال وین ما شما در کجا بره؟ در تریگوید پلکسس آف وینز و بالاخره تخلیه گردد در کاورنس ساینس. اینجاش ما میتونیم دیده که کاورنس ساینس بسیار یک بستگی خاص همراه با چی داره؟ همراه با سیستم وریدی وجه ما شما داره.
از همون خاطر میگیم که اگر خدای نخواسته انتان در قسمت چشم، در قسمت وجه ما شما باشه، در اطراف چشم، در قسمت وجه ما شما باشه، میتونه توسط فیشیال وین، چون فیشیال وین یا تمام وریدهای وجه ما شما کسه آری از کدام والف هاست، هیچ کدام والف نداره، بسیار باسانی میتونه فیشیال وین خون ناپاک را، خون منتن شده را از ساحه infected توسط inferior و superior ophthalmic vein وارد کورن ساینس کنه و در قسمت سفلی توسط pterygoid plexus of veins وارد انفکشن وارد کورن ساینس بره، بالاخره باعث کورن ساینس ترومبوسیس شوه و کورن ساینس ترومبوسیس ما شما میفهمیم که بسیار یک حالت جدی و وخیم است، چون یک تعداد یک سلسله از شریان از عصب‌های بسیار مهم ما داریم که از این ساختمان عبور میکنه و همچنین یک شریان بسیار مهمه که ما برش internal carotid artery میگیم از این ساینس عبور میکنه. اگر خدای نخواسته اینجا ترومبوز با وجود بیاد باعث کمپرشن تمام عصب‌هایی که ما اینجا داریم و باعث کمپرشن شریان internal carotid ما میشه که در نتیجه چشم کامل فعالیت خود را از دست میده، چون عصب‌هایی که عبور میکنه مربوط چشم میشه و به دماغ ما خون نمیرسه، چون شریان مهمه که از اینجا عبور میکرد شریان internal carotid artery ما بود که اگر او شریانی است که با برین شما بلد سپلای میده، اگر تحت فشار بیایه برین به چی میره؟ برین اسکیمیک میشه و خون کافی به برین نمیرسه. من الله توفیق. این بود درس امروزی ما شما. خدا کنه یک چیز یاد گرفته باشین. اگر واقعا ویدیو براتون مفید بوده لطفاً چنل را سابسکرایب کنین و علامه زنگ را کلیک نمایید و همچنین به همراه با دوستان ویدیو را و چنل را شریک نمایید. تشکر از توجهتان. موفق باشین. وقتتون بخیر. خداحافظ.